با درود و سلام. توی این سلسله از بحث‌های خودمون ذهن رو به معنای عام کلمه به کار خواهیم برد، ولی در واقع جاهایی به مناسبت میشه به جای ذهن گفت مغز یا روان یا نفس یا تعابیر دیگه‌ای. در گفتگوی قبلی بعد از مروری بر آنچه که با هم پشت سر گذاشته بودیم درباره روایتگری تاریخی ایده ها کمی با هم صحبت کردیم و گفتیم ممکنه در فرایند اندیشه خطاهایی رخ بده، من جمله از خطای عدم تناسب نظر و عمل با هم صحبت کردیم. بنابراین به نظر میرسه که در پیشبرد گفتگوهامون با دشواری‌هایی مواجه باشیم. اجازه بدید قدری درباره این دشواری‌ها با هم نظرورزی کنیم. اگر بخوایم از تحلیل ایده‌های تاریخی گفتگو کنیم، در واقع باید در جانب ذهنیت ایستاده باشیم و سوال اصلی در این جانب اینه که آیا یک ذهن تنها میتونه در راستای آگاهی تمامیت امری رو به انقیاد خودش در بیاره؟ به نظر میرسه جواب این پرسش نه باشه. یعنی همون تعبیری که به درستی به کار رفته، اینکه همه چیز را همگان دانند و در واقع یک ذهن به خودی خودش قادر نیست بدون درصدی از خطا کار کنه، ولی این هم به این معنا نیست که در واقع ما از محل کارکرد ذهنها به 100% رفع خطا میرسیم. نه، ذهنها فقط با همکاری هم به درصدهای بالاتری از انجام کار صحیح میرسند و اونها رو مبنا قرار میدن برای پیشبردهای بعدیشون و تازه ممکنه این مبانی هم همونطور که قبلا هم یادآور شدیم لازم باشه که مورد بازبینی قرار بگیرن. حالا این خودش یک اشکال دیگه است که باید به وقتش موضوع گفتگوهامون قرار بدیم. در اینجا همینقدر میشه گفت که اگر بخوایم یک ذهن رو به یک چشم در حال نگاه کردن تشبیه کنیم، یک چشم از مناظر محدودی میتونه وقایع رو ثبت بکنه. به لحاظ روانشناسی از یک جنبه میتونه موضوعی رو درک کنه و نه از جنبه های مختلف، ولی با چشم های بیشتر میشه از مناظر مختلف به امور نگاه کرد، محاسبات انجام داد، نتیجه گیری کرد و غیره و غیره. ذهن‌های مختلف هم مثل چشم‌ها و منظرهای مختلف کار میکنن. میتونن از مناظر مختلفی امور رو رصد و سعی کنن مشترکاتی رو توشون به عنوان قوانین کلی تر کشف کنن. دقت کنید، ما داریم خیلی ساده و فقط از یک جنبه درباره تحلیل امور صحبت میکنیم و اینکه از پشت چه عینکی به امور نگاه میکنیم خودش یک بحث مفصلیه و اگر بخوایم همه این امور رو با هم مورد گفتگو قرار بدیم توی حوصله و ظرفیت این قسم از گفتگوها نمی گنجه. ما فقط داریم تمهیداتی رو برای بحث‌های تاریخی پیش رومون مهیا میکنیم. قبلا هم از قول ابن سینا گفتم مباحث فلسفی رو کم کم باید پیش برد، مثل روشی که دکارت در منطقش یعنی در کتاب گفتار در روش گفتگو کرده. شما لطفاً با بحث همراه بشید و سعی کنید ذهنتون از مسیر بحث خارج نشه. خوبی این کار اینه که ذهنمون ساده به امور نگاه کردن رو یاد میگیره. چرا این مهمه؟ چون ما پر هستیم از معلوماتی که بدون طی کردن مراحل دقیق پژوهش وارد ذهنمون شدن و حالا وقتی داریم درباره هر چیزی فکر میکنیم خواسته یا ناخواسته اثرشون رو روی قضاوت‌های ما به جا خواهند گذاشت. اینجوریه که ما به فکر کردن عمیق نمیرسیم و به اصطلاح فلسفی سوژه حقیقی نیستیم، یا به اصطلاح مارتین هایدگر در مرتبه داسمن هستیم و نه دازاین. پس بیایید ساده فکر کردن رو تمرین کنیم و از این که داریم ساده فکر میکنیم نگران نباشیم، چون این روش فکر کردن دانشمندان هم هست. خب به بحثمون برگردیم. پس به نظر میرسه با یک نفر نیست که تاریخ ساخته شده، بلکه تاریخ نتیجه موجودات، ذهنها،
فرهنگ‌ها، رفتارها، تصمیم‌گیری‌ها، کارکردها، توافق‌ها، آزمون‌ها، خطاها و غیره و غیره است که ما توی گفتگوهامون از همه اینها تعبیر به ایده ها کردیم. پس از آنجایی که تاریخ نمیتونه برآمده از یک ذهنیت باشه، همچنان یک ذهن ثابت و فردی هم نمیتونه تحلیلگر صرف تاریخ باشه و این یعنی نمیتونیم یک روایت یا یک تحلیل رو ملاک عقلانیت در نوع بشر قرار بدیم. در بین تاریخ نویس ها ما از همون قدیم هم افرادی رو داریم که با قدری مهارت‌های فردی تاریخ رو می نوشتن و حرف ما توی این جلسه میخواد به این خلاصه بشه که این نوع از تاریخ نویسی که بیشتر وابسته به نگاه و تحلیل یک نفره نمیتونه به حق، عقل و تاریخ عقلانیت رو روایت کنه. این نمونه از تاریخ نویسی ها تا این اندازه بودن که وقایع و رخدادها رو آن هم از منظر خودشون روایت کنن. یعنی ما بیشتر وقتی داریم این نوع از تاریخ رو مطالعه میکنیم از پشت عینکی که اونها به چشم زدن داریم روزگارشون رو ملاحظه میکنیم و نه بیشتر. یعنی اینها روایت کنندگان وقایع و گواهان عینی رویدادها در زمان خودشون هستند و تاریخ نویسی توی اون پایبند عقاید و عادات زمانه خودشونه. کارشون با ارزشه ولی این فقط مثل شروع یک کار مهم میمونه. اگر مسامحتاً بخوایم طبقه بندی بکنیم این نوع نگاه در مرتبه حسی تاریخ قرار میگیره. امیدوارم تونسته باشیم یک ایده اجمالی از طرح بحثمون رو تا اینجا با هم گفتگو کنیم. تا یه فرصت دیگه شما رو به خدا میسپارم.